اگر خواهی که نجات یابی، بدان که تو را نباید چیزی از آموختن الکفر بالطاغوت مشغول بسازد. از آموختن الکفر بالطاغوت نباید من و شما را چیزی پیش راهمان را دارد. ما نباید به دیگر چیز مشغول شویم، نباید به آموختن تاریخ، به آموختن چیزی دیگری مشغول باشیم، به آموختن الکفر بالطاغوت فراموش بشود. نه، بلکه اولین چیزی که ما می آموزیم و می شنویم و تحقیق میکنیم این باید الکفر بالطاغوت باشد، اصول دین باشد، شکننده دین باشد، چرا که اینها اصل دین است. مغرور نشو به اون کسانی که الکفر بالطاغوت را، اجتناب از طاغوت را انجام نداده اند و امروز در سر مردمند، مردم اونها را احترام میکند. به اونها مغرور نشو، چرا که نتیجه من و شما در روز قیامت بالا خواهد شد. هستند امروز کسانی که دعوتچی هستند، میدونم ملا هستند یا یک انسان مشهور دینی هست و غیره و غیره، در حالتی که الکفر بالطاغوت ندارد. به اونها مغرور نشوید، به اونها فریفته نشوید، بلکه شما کوشش بکنید که خودتان را نجات بدهید. یا ربی اینی اسألك العفو عنی ولم یخب فیک ظن